با عرض اخلاص و احترام سلام میگویم بیننده عزیز و همیشگی کانال یوتیوبی روزنامه خطلان. اینک نشر نوبتی برنامه نبض خطلان را با شناسایی دو شماره که دوام هفته سپری شده به نشر رسیده بود منظور شما میگردانیم. حالا باشد از شماره سه‌شنبه یعنی شماره رقم 28 روزنامه در سال جاری آغاز میکنیم. پیش از آن که این شماره را به شما معرفی کنم یک چیز را تاکید باید سازم که شماره نوبتی خیلی هم موضوعهای مبرم را در خود دارد. به همین خاطر تا به آخر با ما بودن را فراموش نسازید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری افغانستان محترم اشرف غنی در رابطه با حمله تروریستی در نزد مکتب دخترانه برقی تسلی ارسال نمود. ادامه گفته‌های جناب عالی محترم امامعلی رحمان در صفحه یکم همین شماره آورده شده است. اینچنین وابسته به همین قضیه کابل افغانستان در نزد تعزیه محترم امامعلی رحمان مواد با نام اتحاد و همدستگی میباید به نشر رسیده است. هفته سپری گشته انیقتر سنه 16 می در مرکز ولایت شهر بختر دوی ملی برگزار گردید. در این معرکه مهم ورزشی معاون رئیس ولایت فیروزه شریفی، راهبر دستگاه رئیس ولایت، رئیس شهر بختر، کارمندان تشکیلات و اداره‌های گوناگون و شهروندان اشتراک کرده به خاطر سلامتی و ترغیب و تشویق این نماد ورزش تا مسافت دویدند. همکاران ما نیز در آنجا اشتراک داشتند و مواد خوب در صفحه یکم همین شماره به نشر رسانیدند. همچنین مواد ویدیویی آن را شما میتوانید از صفحه فیسبوکی روزنامه با نام روزنامه خطلان ببینید. گوشه از همه مهم روزنامه طول چند وقت آخر روزنامه خطلان تصمیم گرفته است که دیگر به نشر ویدیویی روزنامه را به خواننده پیشنهاد نمیکند. با همین مقصد در گوشه پایان همین صفحه قوارکات موادهای ویدیویی که در دوام هفته در صفحه‌های اجتماعی روزنامه به نشر رسیدند گذاشته شده است که طریق همین حصولی که در اکران آورده شده است شما میتوانید وارد آنها بگردید. در گوشه دومی نبض خطلان رویدادهای مهم ولایت به نشر رسیده است. مطالعه کنید و شما نیز از نبض خطلان باخبر بگردید. دقت: فورم تجارتی برپا می‌گردد. سنه 25 می سال روان در مرکز ولایت شهر بختر فورم تجارتی و نمایشگاه بختر فرود 2021 برگزار می‌گردد. معلومات بیشتر را عاید به این فورم از صفحه دوم همین شماره دسترس کرده می‌توانید. توفیق راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت به پنجگانگی‌ها در ولایت خطلان بوده. موادی که در صفحه دوم با همین نام به نشر رسیده است درباره همین توفیق رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قصه می‌کند. مراجعتنامه: شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت خطلان مراجعت می‌کند. با دستگیری از عملهای بشردوستانه رهبریت عالی مملکت از مردم شریف ولایت، صاحبکاران، سخاوت پیشگان همه کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌های قلمرو ولایت دعوت به عمل می‌آوریم که مزد مهنت یک روزه خود را به صورت حساب فوند ضرردیدگان آفت‌های طبیعی شهر و ناحیه‌های از آفت طبیعی ضرردیده گذرانند. این عمل خیرخواهانه و بشردوستانه باعث روح بلندی و دستگیری عائله‌های ضرردیده خواهد گردید. صورت حساب از آفت طبیعی ضرردیدگان چنین است. خوب توجه کنید تا از خیر خفا نمانید. در پایان صفحه دوم یک خبر خوب و روحی اساس به نشر رسیده است. کارمندان دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی در رابطه با لایحه منزلی استقامتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده برای یک عائله از آفت طبیعی آسیب دیده شهر کلاب خانه استقامتی با تمام لوازمات معیشی ساخته و استفاده می‌دهند. ادامه این کارهای خیرخواهانه کارمندان دانشگاه دولتی کلاب را از موادی که در صفحه دوم به نام بی‌طرف نیستیم مطالعه کنید. از این حالت به وقوع آمده در بعضی از ناحیه‌های ولایت تمام ساکنان جمهوری بی‌طرف نبوده برای دستگیری هموطنان خود کمک‌های خود را رسانیدند. چون یک کمک دیگر از نام ساکنان ناحیه لخش، سنگبار، رشت و نورآباد وارد گردید. باید به کمک هموطنان خیرخواه در صفحه سوم شماره ذکر شده مواد به نشر رسیده است که شما می‌توانید آن را مطالعه کنید و معلومات پورا بگیرید. عقیبگاه هم فرانت بود. این موضوع است که خبرنگار سابقه‌دار روزنامه بویمرادوف سیدعلی درباره جنگ بزرگ وطنی نوشته است. یک نظر اندازید و معلومات خوب را دسترس نمایید. وحدت دستاورد ملت، دوستی جنگاوران جاویدانی است. دوستان فوجوی قهرمان، این سه موضوع است که در صفحه سوم جای داده شده‌اند. یک نظر اندازید و به خود چیزی بگیرید.
با افتخار 80 سالگی شاعر استاد لایق شیرالی، موضوع با نام لایق شیرالی با خوشناسی ملی مواد در صفحه 4 این شماره به تاب رسیده است. همچنین شهباز صحنه و میرزا ترسونزاده شاعری وحدت‌سرا موضوعی هستند که در صفحه 4 جای داده شدند. اینا که بگذاریم با خبرهای ورزشی شماره. خطلان تیم کوکتور شکست داد. 15 می در دور هفتم چمپیونات تاجیکستان دسته خطلان دسته کوکتور شد در ورزشگاه پختکات قبول کرده با حساب 2-0 مغلوب ساخت. بازیگر مقبول دسته خطلان همراقلوف به تیم ملی دعوت شد. این بود قسم از خبرهای ورزشی. برای معلومات بیشتر در این سمت به صفحه 4 شماره 28 روزنامه توجه کنید، معلومات پورا میگیرید. شماره نوبتی که بخشیده به روز جوانان به نشر رسیده است، این نوبت به شما آشنا می‌سازم. چون همیشگی در موضوع اول تبریکات رئیس ولایت محترم قربان حکیمزاده به روز جوانان و همچنین ملاقات رئیس ولایت بخشیده به این سنه به تحفه‌های سزاوار لایق دانستن یک قطار جوانان ارزنده مواد به نشر رسیده است. این صفحه را ورق‌گردان نمایید و بفهمید که رئیس ولایت محترم قربان حکیمزاده کی را لایق تحسین آفرین خواندند. آیا شما می‌دانید که در حدود ولایت خطلان چقدر جوان زندگی می‌کند؟ چقدر آن به تحصیل فرا گرفته شده است؟ از این شماره جوانان چقدر در خارج کشور تحصیل می‌کند؟ چقدر استیپندیای پرزیدنت را می‌گیرند؟ اگر جوانانی که گیرنده استیپندیای رئیس ولایت میباشند مقدارشان چقدر است؟ راهبران تشکیلات مؤسسه‌های ولایت از جانب جوانان چقدر است؟ اینجوری شماره وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر و ناحیه‌های ولایت از جانب جوانان چقدر است؟ نمی‌دانید؟ پس با صفحه یکم شماره 29 توجه نماید، معلومات عمیق و دقیق میگیرید. این شماره که بخشیده به روز جوانان تهیه شده است، پورا درباره این قشر جامعه مواد به نشر رسیدند. مثلا در صفحه دوم و سوم موضوعها با مانند مصاحبه با رئیس جوانان ولایت با نام جوانان تکیهگاه دولتند، خدمت به وطن شرف است، نسل ظفریاب، نیروی سازنده وطن، مفهوم انداز از نگاه جوانان، فرهنگ جوانان جامعه امروزه، پیروان پیشوای ملت، حسن فرزند بهادر ملت، جوانان علیه خشونت را به چاپ آوردند که دولت کلان توجه حکومت به این قشر جامعه را نشان می‌دهد. حتما به این صفحه روزنامه توجه کنید، موادهای جالبی را می‌خوانید. از آن جمله موضوع پیروان پیشوای ملت که قهرمانش 800 کتاب را خوانده است، یکی از جالبترین این موادها به شمار می‌رود. ادامه را خود بخوانید، لذت ببرید. با ما بمانید، زیرا به صفحه اخلاق یعنی صفحه 4 روزنامه در این شماره می‌گذاریم. با آن مقصد ما این صفحه را صفحه اخلاق گفتیم که پر از تجربه و سرگذشت خوب، پند و اندرز و حکایه‌های عبرت بخش گشته است. در این صفحه صحبت خبرنگار ما فیردوس عمرov با همسبقان دانشگاهی استاد لایق شیرالی ظریف عباد و مهمان بختی که هر دو هم شاعر میباشند آورده شده است. شما این صحبت را میتوانید از صفحه اجتماعی روزنامه خطلان مخصوص صفحه یوتیوبی آن ببینید. هیئت اجرایی روزنامه برای استراحت خواننده خود پیوسته تلاش میکند. اثبات این گفته‌ها هر هفته در شماره روز جمعگی برآوردن اسکندوار میباشد. با روزنامه خطلان آبونه شوید، پشیمان نخواهید شد. عزیزی روزنامه خطلان مخصوصاً برنامه نبض خطلان، اگر اعلان گذاشتن میخواهید و یا مراجعت عکس و یا درخواست دیگری دارید، پس به رقم‌های باوری اداره و یا طریق همین رقم با تلگرام، وایبر، واتساپ و ایموی روزنامه مراجعت کنید. این بود دو شماره که در دوام هفته به نشر رسیده بود و فشرده‌اش را این لحظه من به شما معرفی کردم. خیر تا دیدار نوبتی، تنصیحت و پیروز و با روزنامه خطلان بمانید.